سلام عرض می‌کنم خدمت مردم عزیز کشورم ایران. حسن قورچیان هستم. امروز در خدمتتونم با چند نکته در مورد روغن 1001. پس حتما تا انتهای کلیپ با من همراه باش. نکته اول در مورد عملکرد این محصول هست. این محصول ترکیب شده از چندین روغن گیاهی به علاوه یک سری از نانوذرات، به علاوه یک سری از یون‌های ترمیمی و طیف گسترده‌ای از ویتامین‌ها که تمامی این موارد در قالب نانوذرات در اومدن. و زمانی که شما این محصول رو روی محل عارضتون میزنید، چون در قالب نانوذرات هستش و ریز مولکول هست، بلا فاصله وارد سیستم گردش خونتون میشه. یعنی سه تا لایه پوست رو رد میکنه، وارد سیستم گردش خونتون میشه و فاز اول این محصول یعنی کاهش درد یا تسکین اتفاق میفته، چیزی که در کلیپ ها دارید مشاهده میکنید. فاز دوم این محصول بحث ترمیم هست دوستان. توی بحث ترمیم چیزی که مهمه اینه که باید چندین مکمل دیگه در کنار این محصول حضور داشته باشه تا اینکه این محصول بحث ترمیمیش صورت بگیره. حالا موارد مکملی چیه؟ یک، رعایت پرهیزات برای بیماریتون. دو، یک لایف استایل صحیح که در کنار بحث ترمیم عملکرد خوبی رو داشته باشه. دوستان ما در بحث تحقیقات این محصول به این نتیجه رسیدن که حداقل ترین تایمی که شما میتونید از این محصول بهره بگیرید تا اینکه بفهمید آیا این محصول تو بحث ترمیم براتون مفید بوده یا نه 21 روز هستش. نکته دوم در مورد کاربرد این محصول و نحوه استفادهش است. کاربرد این محصول دوستان تخصصی برای بحث مفاصل و عضلاته. نحوه استفادهش هم به چه شکل هستش؟ هر دردی تو ناحیه دستاتون بود، ابتدا چند قطره از این روغن رو ناحیه گردنیتون میزنید و فقط روغن رو پخش میکنید. همین. بعد میاید روی ناحیه دست، هر قسمت از دستتون که محل شکایتتون هست از این روغن چند قطره میزنید و روغن رو پخش میکنید. نیاز به ماساژ هم نداره. حالا هر دردی که تو ناحیه پاها بود، ابتدا ناحیه گودی کمرتون رو چند قطره از این روغن میزنید، چرب میکنی و بعد میری رو محل شکایتت روی پا، اونجا هم چند قطره میزنی، چرب میکنی. دوستان یه نکته کنکوری هم بگم، اگه میخوای تاثیرگذاریش بالاتر بره، ترجیحاً یا بتونی با تلفن یا یه مشم با کاور کنی موزه رو، خیلی عالی جواب میده. نکته سوم در مورد اثر ماندگاری این محصول هستش. طی تست‌های بالینی که کارشناسان مجموعه روغن 1001 انجام دادن، از 2 ساعت تا 30 الی 60 روز میتونه اثر ماندگاری داشته باشه که این متغیر برمیگرده به چی؟ به نوع اختلال یا عارضه‌ای که توی بدن شما هستش و نوع واکنشی که این محصول میتونه با بدن شما داشته باشه. دوستان خیلی از شما تضمین میخواین در مورد این محصول از ما. عملکرد هیچ محصول گیاهی قابل پیش بینی نیست عزیزان. یه محصول گیاهی میتونه با یه بدن خیلی خوب پیش بره، درمان حتی صورت بگیره. یه محصول گیاهی حتی اصلا روی بدن هیچ تأثیری نمیتونه بذاره. پس خواهش میکنم از ما تضمین نخواهید برای عارضه و بیماری های مختلف. نکته چهارم در مورد بحث ممنوعیت این محصول هستش. افراد سرطانی نباید از این محصول استفاده بکنن. خانم های باردار نباید از این محصول استفاده کنن. زیر ناف برای کلیه خانم ها نباید استفاده بکنن. انواع کیست ها دوستان، مورد ما فقط کیسته. یعنی اگه فردی تو ناحیه پا درد داشت ولی داخل سینه کیست داشت، برای پاش میتونه از روغن استفاده کنه، ولی رو ناحیه سینه به هیچ عنوان نباید استفاده کنه. و برای کودکان زیر 2 سال که بهتر استفاده نشه. در مورد بحث عوارض، این محصول هیچ عوارضی نداره، ولی به دلیل اینکه گردش خون رو بالا میبره میتونه برای بعضی ها ایجاد خارش یا اینکه دردشون رو تشدید بکنه، که اگر این عزیزان بتونن 2 تا 3 روز این خارش یا این درد رو تحمل بکنن، میتونه براشون حتی مفیدم باشه. و نکته آخر دوستان، صادقانه میخوام از عملکرد و خروجی این محصول طی این 6 ماهی که عرضش شروع شده میخوام بهتون گزارش بدم. نزدیک به 80% بحث تسکین و کاهش درد رو داشتیم روی این محصول که 40% از این 80% بحث ترمیم هم بوده و 20% هیچ تأثیری نداشته براشون. ولی نکتهش توی اون 20% عزیزان این بوده، اگر تأثیری نداشته هیچ عارضه‌ای به عارضه قبلیشون هم اضافه نکرده. دوستان عزیز، تنها راه‌های ارتباطی شما عزیزان با ما فقط از طریق اینستاگرام
و واتساپ در قالب پیام هست. خواهش میکنم تماس نگیرید.